تو 2 ساعت به شما بدون این خونه شیشه میگم بیا که پیداش کنم یا بیا که پیاله چای بمار داره بیاره ملکجی چه کاره بگو غلغله میکنی؟ چه بیشتر غلغله نگو 2 ساعت به شما بدون این خونه شیشه کسی نیه که من یک پیاله چای بیاره خب برقا ضعیفه چه ساعت پیچیم چای جوش نمیدین فکری گل کاره باز چه کار شده شما؟ میگم من 3 ساعت میشه دورون این خونه شیشته کسی یک پیدا نشه یک پیاله چای من بیار که در سلام اومد بطر قبی چایی به ساعت پیکنیک نکیشو همه شما در خونه خوب کو ایزو ما خلاص شد یک تنون نون پخته کردیم ایزو ما خلاص شد اما تو نفس عرض کنم دیگه خور عد پخته کو دیشه هم روغندش هم شور که کلم پان من بیامد بس داده ما به خدا جیغ نکن همه در خیر ندیم خیر نبینیم به خیر کشیم آخ خود رزا نفرین نکنیم اگه من به هر کار بشم خونه بچه شما خراب میشه چی رقم انسان شما چی رقم خدا تا میگه کشمش دوم داره هر که نفرین میکنه گرفه کم کو برو نکن خورو به خود برد کردن خور خب من چه کار کنم بریم بیارم که من تیار کنم یک پیاله چای من به خدا تو دم بزنی نفرین میکنم گفتم که خیر ندون خیر نبینیم کاکا خسرو اگه من خیر ببینیم نبینم خونه خود شما میسوزه من بخی مرده برو پسرم اومد با طرق برو دیگه برای جیغ میکشن اکسره بابا چی رقم مردمی شما 3 ساعت میشه این گروه خونه شیشه کس پیدا کم یک پیاله چای بمار داره بیاره این زندگی شد این روزگار شد نیا در روز خیلی میبینو نیا بچه خیلی میبینو نیا نواسه خیلی از کدوم شد خیلی گمه ایخ نکشی بگو وقتی برو تن یک کجایی برد کن خوشی برو اصاب شما اشته خرابه سام اومای پان من بیای بسو بی چه که بطرقه مگر سرما خیلی کنی ملکجی بله بیا بگیره چیه اینا؟ آرده چیه؟ اینا چیکار کنم اینا؟ بله اینا چیکار کنم؟ خب آرد آدم چیکار میکنه؟ بنده پیش کفترا که کفترا بخوره اینا آخه مردم یک بوجی آرد میاد این چیه که شما آوردین؟ یک نیم من آردیه اینا چیه؟ اینا نیم منه 2 منه اینا نیم منه خب کمیه اینا یک بار خیلی بیشتر نمیشه اینا بچه جان مثل کودکا وری به تاریخ خود بگریه میشه اینا بینمک پیار منه هنه بله پیرخ ایتا یاد دارن که من آردت سیوهی بیارم وظیفی تو چیه بابار کنه گناه به پیار من روغن نمک از شوری از یعنی شما دیگر پیار گفته دل من به مو قرآن به سر نردم صبح که اکثر نفری میکنم دل میدن اکثر من یک چیزی میخواستم به شما بگم خب یه برستا شوال دیگه بزی بگو ایتا من به شما میگم خب بفرمایین عمل کنه عمل نیه چیزی که حقیقته ازم صبح که پیاش باور نخیسته به من نفری کرده شروع کرده تا می ساعت اون به خونه آره کم از اکثر نفری میکنه من به شما میگم مگر من از خونه جدا کنیم من نمیفهمم مگر به من خونی بگیریم عزیز نه سیوا میشم اگه من سیوا میکنه من به این سرا نمیشم بفهمیدید این کار یک روز نیه 2 روز نیه مگه مردم خسر ندارم مگه مردم عروس ندارم کار یک روز 2 روز اگه دیگه بار میکنم اینا دو نفری میکنم اگه من چای تیار میکنم اینا نفری میکنن هم یک سر سرخو میگیرن ایتا میکنن که سرم به دردم آخه من چیکار کنم یار منم مریضم از همه چیز پریزم بسازک زندگی که خود اینا که این چی نم زندگی همین زندگی خرب لا چیز گفته بودم دیگه این زندگی که من دارم چی زندگی ای هر روز دعوا دارم هر روز به خدا برو آخه ما سیواشم از این سلام ما رو بیرون میکنن خب بیرون کنم برای خونه بگیریم اینجا که من نمیشینم خونه بگیریم تو سردل خیلی داری من نمیفهمم با من خونه بگیریم که من سیواشم ایتا نمیشه اینجا که من نمیتونم اصلا ندارم این زرد از سر کجا هم پیارمه اون بزو خونه شیشته هم بریم سعی کنیم بردارم اونا رو ببرک تو درد آلی من بیا آوردم خدای که این چه کار کنم میته قم پیار خوردن یک گردار به خونه نیه بابا جان اینا بینمک خب باشه بینمک خب من چه کار کنم اینا که بینمک یا گازی ولی پیار خوردم اینا بدون ما پیار من میرسونه بدون ما میگم یک چیز دیگه یک پیکنیک داریم خب یک پیکنیک دارم اگه دیرتر چای میرسه همینو دوام میکنم اگه دیرتر نون میرسه هم دوام میکنم ولی به خصوص 4 تا پیکنیک گاز کنیم برای شما پریزونا پخته کنم برای شما ایت کنم از این بیشتر نمیتونم فقط تو چون من خودی پیار خود گپ میزنم نه گپ هم بزنه به درد خودشون آره من نمیفهمم بیا من یک گاز آره من بیا چه کار کجی رو کجی بله اشتن کجی کیاری
بیاریم خیلی کجایه؟ بگو تو کجایه؟ به خونه خیوام چی مستی ماما؟ کار داشتم. چی مستی؟ به کجایه؟ به خونه؟ به خونه یا خیوام بله. یا الله. یا الله. سلام علیکم. یا الله. سلام علیکم. کوکو. کوکو. بابو کوکو. بابو کوکو. بابو ماما آمدم اشترین کوکو. خیلی سلامت نیم. کوکو یادم بیکار باشه خیلی همشه نه؟ من خوش شده برام همینطور سرم درد میکنه من چرخی بیانم تا باشه خبر بگیم خیلی تی کوکو ما یه گپ بگو میشه ما خود چیه؟ همی مادر با گفتم برو سرا کوکو خرده گفتم خوبه؟ گفتم بری بگو مادر میگه نمیشه گله که سیوا کنه خاطر داده من هر روز بود فهم بیاد دهنه با بیاد به خونه من گریه میکنه که خسور من صبح تاله من نفری میکنه هر روز من نفری میکنه با ما گپ میزنه مادر گفته که بیتر اگه میگی میاد سیوا کنه مادر تو گفته دادی هم خاطر خیلی گریه میکنه گیلا کم سرش مونیه گله کب سرمان کو زنگ زبر بیه گله گیلا تو گفته خاطر خوار جگر خون میشه اینجا میاد زنگ که بیه خدا بخاطر بیه داده منم بیاره مای بیه مای داده تو مای نه لیکن خدا بخاطر بیه ولی گله خوبی بخیری شکر گله بیانم به سر پیارت آمده خوبه ولی بیانم بگفتم باید پیارت میگه چرخ بیا تو سرا دادی من نیاره نه با میایم حالا بیادم توی مجیگه خونه گریه میکنش بیا یک چرخ تو خونه یا تو پیارت کار داره بیا بگفت من میایم جیگر خون میشن خواه میگه اینجا که میاد همیشه جیگر خون خب ایتا معلوم است که پیر مادر تو رضایت ندارن که گله خودمه بشینه دیگه ما همیته گفتم هم به داده خود میگفتی دیگه پروغان خصوص پخته نمیکردی دیگه به شور تیار نمیکردی به 3 ساعت میشه به تیمی خونه شیشتم یک پیدا نشد که به یک پیاله چای بیاره به پیش بگذاره من بنده خدایم من با دور خوب گپ نمیزنم به داده تو او که ادعا سیوا جدایی داره دیگه به سرام نباید بشینه دیگه سراخ هم نمیقداره رو دیگه نه او ترم خوب میاد گفتم این سیوا کنه سیوا میکن به سراخ هم میشونم در جمع باشین عباس کجی عباس کجی بله بابا کو عباس به خونه پیش ببینم چی گفتم بابا من بابا شما گفتم اگه سیوا بشم مگری برم اصلا ما بیروش مال بیرو میکنم بیرو میکنم بیتره بریم امسالا خسو خوشته ها حالا خونه ببین یه ندی یالا میگه میلی ما به سراخ پیار خیلی گپ میزنه با مادر تو میبینی هر مادر تو نفری میکنه میریم هم خونه خسور میونجا با ما جای میدم ها بیتر نیه باشه بیا بیادی گلک سلام بله بابا چطور خونه کیه گله من یک سوال از تو دارم یعنی خودت می نمیشینی چطور سیوا میشین بابا حال خوار از این برفته به سرا پیار خورم خب و پیش مادر خود اینجا به گریه شده من مادر میگه این زندگی دختر میشه بابا حال کو نیه مسلمون خدا هسته سی کنیم گو مسلمون نیه خدا هسته
شما بابا خیلی به می دختر گپ میزنیم، شما به می مادر از این تلفن خیلی گپ میزنیم. بابا شما یک سره نفری میکنیم. خسور کی دید؟ عباس. به شرطی به مادر خوی چی نگیم. عباس مثل برار خوی مای اومد. این نیه که ما مثلا بزیم چیز کنم. نگی چی خوبه؟ نفری میکنیم بابا. کدوم شخص بدیدین که به عروس خسور نفری کنه، خسور عروس نفری کنه یا خشور نفری کنه. شما کی دیدی؟ من یک چیز دیگه تو میگم گیلا. همزن تو که ارمون همین مدت همون در وقت نمیم زونو نمی خونه ارمون به دل ما بمون که یک دیگ عدل من پخته کنه و داره بیار پیش ما بغذار که ما بخورم که به تابع دل ما باشه. یا شور بده یا بینمک. یا پر روغن بیده. بابا جو سعی کنه. فرض مثال چای دم کرده که اصلا چای خوردن میشه یا بیدید میداده یا فرض مثال چی بگم دیگه. آخه بابا سعی کنی. من اشتر نگم. من دیشه خود تو بدیده که هم دیگه پر روغن خود خواهد نده که من پرهزم. هم شور بیدم بینمک. هم باید چیز بود پر روغن بود. خود تحمل سر مای دامن بیا بابا جو از کجا میشه؟ ما یک پیکنیکی داریم مثلا برق کو به دیگ ببار نمیشه به برق. بابا کجا ما بیاریم که مثلا به شما دیگ جدای سی و بار کنم آیا یک نفر هم دیگ بار میشه؟ تو بخولم دیگ به برق نمیشه من پیکنیک کو میشه نمیشه. میشه که ما مگر ما بینمک بخوریم مادر من بینمک بخوره ای هم بینمک بخوره مادر از ای هم بینمک بخوره بیروغن بخوره. همین روز بس چی وظیفه داره؟ هم یک دیگ پرهیزونی هم به من نمیتونم پخته کنم. نمیشه بابا دیگه هر دیگ 3 ساعت میشه من بدون نمیخونه شیشم با 3 ساعت یک پیدا نشه که یک پیاله چای به من بیاره. همین برقای لامصب و وامونده کنیه دیگه. پیکنیک کو هست ازوم هست چی نیه بدون نمیخونه. شما بابا همین نفریا شما خیلیه. خیلی جمع. خب سیوا میشیم چه کار میشه؟ سیوا میشی؟ ها سیوا میشی؟ ها فقط دیگه تو ردیمی ساعت به دوری نمیسرام نبینم. فکر جای بخورد چه خور. یعنی ما رو بیری میکنیم. بیری وقتی که تو همون مدر پیزا تو میتونی جمع کنه. من نمیگم تو بابا. کلا خود تو وقتا پیش کو قضی کو. نمیفهم. با دیگه بابا مادر ما چیکار شده؟ میتونه خدمت بر بکنه. ها اشته نمیتونه. خوبه دیگه. میتونه فقط از این ساعت دیگه بخونه من نه بیایی نه هم بخونی تو میای و هر جا بخود زندگی میکنی زندگی کو. بس سلام هم دیگه نایی. انیت خلاصه با تو بگو. بچه داشتم نداشتم زحمت با پاتو نکشیدم. خلاصه با تو بگو. خب کاکا جون کار نداریم من میرم. خیلی خداحافظ شما. خداحافظ. گیلا خداحافظ. میریم. بریم ما بریم نگاه نشینیم بابا. با پاتو زحمت نکشیدم با پاتو هیچ چیز. عباس بله. نه رو بیا برو یک سه چرخ بابا ما بریم. یک سه چرخ برو عباس بگیرم کجی برو تو هم خودت ما که سه چرخ بگیریم بیاریم. خب سه چرخ برگوری میگیری. ها دیگه پس سه چرخ آدم دوری میگیری. برو بچیم برو من رد خسار خوشی خوب برو بس خود بدیم ما دست خورم نمیدم برو یلا برد نده دل من بتقید برو دیگه برو کمی خسار خوشی از تو باشه برو خد پیار کور خد مادر کور برو بخیر امیدش تو کلان کردم تو روزا رو زحمت کشیدم بخو عروسی آوردم عروسم به کاسه مکن سیوا میشی الهی هر کس که میبینه همین دخترها خود پیش میکنه که خدا اونا نخوید نده که قرب قارونه دخترها خود میبونه مخانه پیش پر میکنه سید میگن بچه کار خود خدمت خسور خونه اکو خوشو خونه اکو چه کار نکو پلان نکو مار در بدر کرده خدا شما در بدر کنه این زنده شد این روزگار شو تو بکی دیگه ارمون به دل بمون که یک روز یک دیگه اصلی به پیش بیاری تو عروس یک پیاله چای من خوشبختی برداری بیار پیش من بخداری که ما بخورم حالا کم سیوا میشی خیرم خواه دیدیم